بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم. مادرت میدونست داری پول جمع میکنی؟ نه، فکر کردم من تو مدرسه همه رو تغذیه میخرم ولی تو مدرسه گشنه میموندم که کسی نفهمه ما نداره. عید بود، مامانم اومد با من حرف بزنه، بغض کرد، گفت مامان امسال نمیتونم لباس عید برات بخرم. مامان شرمندتم، مامان ندار. و من با ذوق رفتم اون پول آوردم دادم به مامانم. مریم چقدر پول بود؟ فکر میکنم 11,000 خورده ای یا 21,000 خورده ای. یه آدمی اونجا تمام منو نابود کرد. منی که گشنه مونده بودم این همه مدت، یهو اومد گفت اون پول از تو جیب من برداشته احتمالا. مامانم با ذوق رفته بود تعریف کرده بود که مریم پولاشو جمع کرده و دخترم این کارو کرده. شما هی میگین اینو ولش کن، برو ازدواج کن. دختر من اینجوریه، این شکلی پشت منه. یه آدمی اومد گفت نه، پول منو برداشته. فامیل بود. چیکار میتونستم بکنم به نظر؟ مگه بابام بود که بگه شما بیجا کردی؟ بچه من این کارو نمیکنه. مگه مامانم میتونست جلو این همه آدم واسه؟ چیکار میتونست بکنه؟ نجید خدا شاهده به 2 روز نکشید یادش رفته بود اون پولو کجا گذاشته بود. و اصلا مبلغ نبود. اون پولو پیدا کرد. مگه حلالیت از یه بچه که تازه 9 سالش شده راحته؟ مگه این یادم میره؟ میگیرد عشق تو نمیمیرد. باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت رو مریم ana size qurban olsun. Aqibət bexeyir olub, xoşbəxt olasınız inşallah. Qoşa yaşayasınız, با هم ömrünüzün axırına kimi aşık dolanasınız. به نام نامی یزدان، به نام نامی یزدان تو را برگزیدم از میان همه خوبان. تو را برگزیدم از میان همه خوبان برای زیستن با تو. پذیرا می شوم مهر تو را از جان. پذیرا می شوم مهر تو را از جان. وفادار تو خواهم بود. وفادار تو خواهم بود. در هر لحظه، در هر جا. در هر لحظه، در هر جا. تو هم با من چنان با مهر پیمان کن که من با تو. بهشت عشق سازم خانه را، سرشار از مهر و نور، عطر و یاسمن با تو. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə, lay demişəm.